خچیرت چند سال دارد؟ حذف کردنی شد شاه. سین و سالی خچیران و شاهان را معین کردن دشوار است، جواب داد مرد کوهستانی. سپهسالارتان کیست؟ پرسید اجنبی. انا سپهسالارهای ما، آرامانه جواب داد پیرمرد و به اطراف کنار گشاده کوههای بلند و شاخهای عظیم، کشتزار و قبرستان ها را نشان داد. ما را انا همین ها راهنمایی میکنند. شرط های شما چی؟ شرط یکتا، زمین کوهستانیان را به کوهستانیان بگذار و خود به ما پسی سرت را نشان ده. به ما پسی سرت از رویت خوشتر است. شاه مجبور شد به ایران خود برگردد. او را چنین آگاه کردند: خودت و لشکرت را فقط برای آن زنده ماندیم که رفته از غلبه های ما نقل بکنه. چنان که مردم ما میگویند تو را برای خبر زنده مانندیم، دفعه دیگر بیاید سری همتان را از تن جدا میکنه. ماه اوگوست سال 1859 در کوه غنیب امام شامل از بالای اسب جنگی فرامده چون اسیری بزرگ در نزد کنیاز باریاتینسکی حاضر شد. شامل پای چپش را اندک پیشتر برای سنگ گذاشت، دست راستش را به دست شمشیر نهاد و به کوههای اطراف نگاه تیره افکنده گفت: سردار، من 25 سال جنگیده شأن و شرف این کوهستان و این کوهستانیان را محافظت کردم. 19 زخم بدنم درد می کند و هیچ صحت نمی یابد. اکنون من اسیر می شوم و سرزمینم را به دست شما می دهم. بس است افسوس خوردم. خوب سرزمین داشته ای، همش سنگ و صخره. سردار، بگوی که در این جنگ حق به جانب کی بود؟ به جانب ما که سرزمینمان را کشوری زیباگویان ستایش می کردیم و برایش جان می دادیم، یا به جانب شما که این سرزمین را نه می زدید و همچنین برایش می مردید؟ شاملی اسیر افتاده را تا پتربورگ در مدت 1 ماه بردند. در پتربورگ امپراتور از او سؤال کرد: راه به نظرت چه خیل نمود؟ مملکتی بزرگ، خیلی بزرگ. امام، بگوی اگر می دونستی که دولتی من چنین بزرگ و تواناست، به مقابلش این قدر دور و دراز می جنگیدی یا کاری عاقلانه کرده سری به تسلیم می شدی؟ آخر شما خرد و کم قوت بودن سرزمینی ما را دانسته ایستاده به ما اینقدر دور و دراز جنگیدید که در دست پدرم یک مکتوب شامل، درسترش وداعنامه او بود. اینک آن مکتوب: کوهستانیان من، کوههای اوریان، صخره‌های با پهنای خود را دوست دارید. این کوه‌ها به شما ثروت و بساط زیاد نبخشیدند، اما به همین صخره‌ها سرزمین شما سرزمین نیست. به سرزمین مردم بینوای کوهستان آزاد نیست. برای این صخره‌ها بجنگید، آنها را احتیاط بکنید. بگذار از صدای شمشیرهای شما روح من شاد گردد. شامل صدای شمشیرهای مردم کوهستان را من بعد هم بسا شنیده است، اگرچه آنها را اکنون بهر مقصدهای دیگر می جنگیدند. دامن وطن داغستانیان اکنون فراختر گشته است. کار و نام آنها دور از کشوری کهسار شهرت یافته است. خاک فرزندانشان در دشت‌های اوکراین و بلاروسیا نزدی مسکو و مجارستان، لهستان و چخسلواکیا، در کرپات و بالکان، اینچنین در درآمدگاه برلین پراکنده است. آره، بسوی صخره‌های بلند داغستان هم نام کامونرهای روس و مجار، نام سربازان انقلاب که از بسیار مملکت‌ها آمده بهر آزادی کوهستان ما جان دادن ثبت گشته است. سرودی هر کدام آنها سرودی عموم گردید. سرودی عمومی ما به هر کدام آنها عزیز گردید. پیش اهل یک اول برای چی بین خود جنگ میکردند؟ برای یک وجب زمینی که در میان کشتزار 2 کوهستانی بود، برای یک تسمن شیبی، برای یک سم. پیش اهل 2 اول همسایه برای چی جنگ میکردند؟ برای یک وجب زمینی که در میان کشتزار 2 اول بود. داغستان با خلقهای دیگر برای چی جنگ میکرد؟ برای یک وجب زمینی که در سرحدی خودی داغستان بود. بعد داغستان برای چی جنگ کرد؟ برای یک وجب زمینی که در سرحدی مملکتی بزرگ سویتی بود. حال داغستان برای چی مبارزه میبرد؟ برای صلح تمام روی زمین.
همراه شامل 2 پسرش هم اسیر افتاده بودند. حیات این 2 پسر 2 خیل جریان گرفت. پسری خردی محمد شفیع گنرالی پادشاهی شد. کلانیش قاضی محمد به ترکیه افتاد. روزی به نزد من یک زنی سال دیده آمد که در بر لباس ترکی داشت. این زن گرجی بوده است و در جوانی به ترکیه رسیده 40 سال در استانبول زندگانی کرده است. سپس شوهرش مرده است و زن با سبب تنها ماندنش به گرجستان برگشته است. همین زن به نزد من آمد. سبب آمدنش این بود وقتی در استانبول زندگانی کردنش با کدام از ذریات‌های پسری از هم خردی شامل دوستی داشته است. احوالشان چه خیل پرسیدم من. بعد برای چی؟ برای آن که داغستان ندارند. اگر میدونستید که آنها در آنجا چه خیل پزمانی وطنند. عملداران بعضا آنها را میرنجاندند. زمینی در اختیار داشته ازشان را کشیده گرفتنی میشوند. کشیده گیرید میگویند ذریات امام ما از 2 سر داغستان نداریم، زمین دیگر برایمان قیمتی ندارد. به وطن برگشتنی مرا فهمیده دوام میداد گرجی زن. خواهش کردند که داغستان را زیارت بکنم، به اول شامل جایهای جنگلی او روم، شما را یافته بینم. آنها به من این روی مال را داده التماس کردند که شما به آن 1 کف از خاک داغستان بسته فرستید. من روی مال را پهن کردم. در روی آن چنین حروف عربی بخیه دوزی شده بود: شامل. نقل گرجی زن به من تأثیر کرد. وعده دادم که از خاک داغستان می فرستم. در این خصوص من با پیران کشورم مصلحت کردم. به آدمانی که در دیاری بیگانه زندگانی می کنند آیا خاک کشوری ما را فرستادن می ارزد؟ کسان دیگر می بودند فرستادن لازم نبود، اما به اولاد شامل فرستند. جواب دادند پیران. یک پیرمرد به من از اول شامل 1 کف خاک آورده داد و ما خاک را با آن روی مال بستیم. پیرمرد گفت این خاک کشورمان را با آنها فرستان، لیکن بگوی که هر ذره این خاک بی‌بهاست. با آنها نویس که زندگی در این سرزمین اکنون دیگر شده است. دور و زمانهای نو رسیده است. همه‌اش را نویس تا که دانند. ولی به مکتوب نوشتنم حاجت نماند. دیری نگذشته خودم به ترکیه رفتم. تحفه گرانبها را نیز همراه خود بردم. من درک زیارت شامل را یافتم، اما دیدار میسر نشد. به من گفتند که یک ابیره امام به کجای رفته است، شاید به مکه باشد. ابیره های دیگرش نجاوت و نجیت هم به نزد من نبرآمدند. یکی را گفتند که سردرد است، دیگر را گفتند که خروج دل گرفته است. خاک کشورم را بکی دهم. در آنجا باز اورها بودند، ولی آنها داغستان را اختیاراً ترک کردند. آن دم من فهمیدم که شاملی آنها دیگر بوده است و شاملی من دیگر. اینک من در ترکیه دورم و در دست 1 کف خاک داغستانی عزیزم. من در این 1 کف خاک اولهایمان غنیب، چرکه، اختی، کمو، خنزق، صده، سنته، چرده را میبینم. این خاک کشوری من است. من در وصفش بسا نوشتم و باز هم خواهم نوشت. اکنون روی آن را با برقع پوشانیدنی نمی شود، چون که در حکایه قدیمی خنده آور کوهستانی نابرا زمین خود را در زیر برقعش گم کرده بود. بگو دریا چرا آبی تو شور است؟ زبس آدم بود از اشک انسان. بگو دریا چون این رنگین چرایی؟ بقر اندر نهان بس در و مرجان. بگو دریا چرا آشفته حالی؟ بقر اندر بسا مرده دلیران. یکی میخواست شور انسان نباشم، دیگر میخواست یا به در غلطان. ثروت دویمی داغستان بحر. بین مسکو و غنیب به واسطه تلفن چنین گفتگوها می شود. الا غنیب، عمر تویی؟ گپی مرا می شنوی؟ هوا چی خیل؟ احوال چی طور؟ می شنوم. احوالی ما نست. امروز از پگاهی باز بحر را می بینیم. یا اینکه الا غنیب تویی؟ فاطمه کارها چی خیل؟ احوال چی طور؟
یک نو هوا ابر، بحر نمی نماید. بحر رو نمی بینم پدر، گفته بود پسری شامل جمال الدین هم. وی گروگان پادشاه بود، در کورپوسی کدیتی تربیه گرفت و بعدی به وطن برگشتنش مبارزی پدرش و مردم کوهستان را بر ضد آق پادشاه به فایده شمارید. میبینی پسرم، جواب داد شامل، لیکن با چشم من نگر. از کوه غنیب تا بحر 150 کیلومتر راه است. چیسان روزی رفشن بباید، چیسان بحر لاجورد و تابان بباید، چیسان دیده بیدار بباید، چیسان کوهی بلند بباید که کس دفعتاً بگوید بحر را میبینم. حتی در اولهایی که بحر را هیچ دیدن ممکن نیست، اگر احوال پرسند مردم گاها چون جواب میدن احوال بسیار خوب است، گویا در پیش چشمم بحر باشد. کدام کدام را زیب و زینت میدهد، بحر قصر، بحر خزر داغستان را یا داغستان بحر خزر را؟ کدام از کدام افتخار دارد، کوهستانیان از بحر یا بحر از کوهستانیان؟ هنگامی که بحر را میبینم تمام جهان پیش نظرم میآید. هنگامی که بحر تلاطم میکند گمان میکنم که هوای تمام روی عالم ناآرام و طوفانی است. هنگامی که بحر ساکت است گمان میکنم که در همه جا آرامی حکمران است. من به نزد بحر هنوز در آوان بچگیم با پیراهه های نشیب مارپیچ قدم زده فرو آمدم. از همان وقت این طرف تیریزه های خانه من همیشه به جانب بحر گشاده می شوند. تیریزه های خود داغستان نیز به همان سو می نگرند. هنگامی که صدای بحر به گوشم نمی رسد خوابم به آسانی نمی برد. تو چرا خواب نمی روی داغستان؟ بحر صدا نمی دهد، خوابم نمی آید. ما رنگ بلند را رنگ بحر می گوییم، صدای بلند را صدای بحر می گوییم، غله‌زاری فراخ دامان را مثل بحر می گوییم، ژرفای خیرات و صمیمیت را مانند بحر می گوییم. حتی آسمان صاف را به بحر تشبیه می دهیم. وقتی که گاومون بسیار شیر می داد مادرم آن را بهارک من گویا نوازش می کرد. یاد دارم مادرم خرمه پوری قیماق به دست در ایوان ایستاده است. وی از شیر مسکه جدا می کرد تا که شکم ماه بچه هایی در اطفش بازی کرده گشته را سیر بکنند. گردن آن کوزچه را شده صدف زینت می داد. شده برای آن که روغن بسیارتر شود می فهماند مادرم. وی باز می گفت که صدف از زخم چشم نگاه می دارد. سری سینه سنگین داغستان را هم شده های صدف، شده سنگچه های رنگین ساحل، شده امواج بحر زیب و زینت دادند. داغستان به صدای موجهای خزر عادت کرده است. در خاموشی خوابش نغز نمی برد. اگر روزی از بحر محروم می شد هرگز خوابیدن نمی توانست. امواج سفید فام دریا گویی چه لحظه شما را غوا بکنید و شوری بسیار گویا که در آوول است بازار. چل شیوه و کس برا نفهمد، یک حرف خودی خدا نفهمد. روزی گذرد شوید ساکت چون سبزه به سبزه زار باشه. طوفان بکنید و گاه و طغیان در سوگ پسر چون مام گریان. مانند پدر به داغ واریس چون غرقه در آبخیز شبدیس. با بحث و تلاش و با نوازش با شیوه خود کنی تو خانش. دریا چو دلی تو این دلی من، رد و بدل تو حاصل من. آیا دلی من نمیزند جوش برخورده به صحرای خاموش؟ دریا نشود به شور و طغیان از بعد خروش شست گردان. یا نیست به قهر راز پنهان ما را غم و شادی است یکسان. درد است مرا شنفت و باره من تشنه تو ولی تو شوری.
قطاره‌ای که از مسکو می آید به مخچقلعه صبحدم می رسد. آن شب به نظری من بی پایان می نماید. یک پاسی شب خسته به تیریزی تاریک می نگرم. هنوز دشتی سوزان می نماید. قطاره گلدراستنان روان، باد در پس دیواری وگان خوران. بار دویم خسته به تیریز چشم می دوزم. باز دشت. نهایت دفعه سیوم می خیزم و بحر را می بینم. یقین می کنم که این داغستانی من است. شکر می گویم به تو ای بحری بیکران، ای آبی نیلفام. نخستین مژده را تو می دهی که من به خانه رسیدم. گپی پدرم دائم این بود: کسی که بحر دارد همیشه خانه پری مهمان دارد. ابوطالب سخنان او را قوت داده می گفت: کسی که بحر دارد زندگی خرم و پرفیض دارد. زیباتر از بحر کوه است که ما آن را هم داریم. این دو پیرمرد، پدرم و ابوطالب، همین که واخوردن به اختیار مصلحت نکرده راست به طرف بحر می رفتند. آنها به بالای تله، به بالای تله می برآمدند که از آنجا همه کشتی های بندر می نمایند. از آنجا به مشام این دو پیرمرد بوی ماهی و نمک می رسید. آنها ساعتهای دراز به گفتار بحر گوش داده خاموشانه می نشستند. تو خاموش باش تا دریا سراید، غم و شادی ای خود بر او میفشان. که دنت ای بزرگ آن شب که دریا به پایش لطمه میزد لال میمان. اگر ساحل پر آدم یا که خالی است، بیمان دریا سرودش را سراید. که پوشکین شاعری صاحب قران هم همی شد لال اگر دریا سراید. پدرم می گفت: به سرود بحر گوش ده و زبان بحر را آموز. بحر بسیار دیده است، بسیار می داند. بگو دریا چرا آبی تو شور است؟ زیبس آبم بود از اشک انسان. بگو دریا چون رنگین چرایی؟ بقر اندر نهان بس در و مرجان. بگو دریا چرا آشفته حالی؟ بقر اندر بسا مرده دلیران. یکی میخواست شور انسان نباشم، دیگر میخواست یابد در غلطان. دو موی سفید کوهستانی، دو شاعر در بالای تل همچون دو عقاب پیر نشستند. آنها گوش به سرودی بحر داده آرام و خاموشند. بحر همان صدا می دهد وادارت می کند که از وجه زندگی اندیشه رانی. زندگی خود بحر را می ماند و در سطحی فراخ و خطرناک آنچه آب و هوای پیش آیدد باید از این ساحل به آن ساحل شنا کرده بگذری. فرق زندگی از بحر این است که زندگی لنگرگاه و بندرگاه ندارد. خواهی نخواهی باید شنا بکنی. فقط یک لنگرگاه، لنگرگاه آخرین. فقط یک بندرگاه، بندرگاه آخرین می شود. صدای بحر خزر صدای بحر خولین می آید. دریاها جاری شده به آن می ریزند. از یک طرف والگای اورال، از طرف دیگر کورا، تیرک، سولک، همه به یک دیگر آمیختند. اکنون یکی را از دیگری فرق کردن ممکن نیست. برای این دریاها نیز بحر یک نوع بندرگاه آخرین است. اگرچه آب آنها نیست نمی شود، نمی میرد، آرام نمی گردد، جاری می شود. به موج‌های نیلگون تبدیل می یابد. از روی این موج‌ها کشتی‌های عظیم به چهار طرف عالم شناور می شوند. ایا مردم کوهستان، فرزندان داغستان، مگر تقدیر شما مثل تقدیر این دریاها نیست؟ شما هم در بحر یگانه دوستی بزرگمان به هم آمیخته و یک شده اید. بحر خزر می خواند:
دو مردی پیر، دو شاعر خاموش بودند. من هم که هنوز جوانی نورس بودم در پهلویشان می ایستادم. هنگام خانه برگشتنمان ابوطالب به پدرم گفت پسرت کلان شده ایستاده است. امروز او را احساسی بزرگ فرا گرفت. کسی حق ندارد در جای من تو ایستادگی ایستد و خرد باشد. جواب داد پدرم به ابوطالب اکنون هرگاه که به ساحل بحر می روم همیشه به نظرم می رسد که در پهلوی پدرم ایستاده‌ام. می گویند که آب خزر سال از سال کم می شود. در جایی که یک وقتا بحر موج می زد حالا خانه های شهر قد افراخته‌اند. شاید همین طور باشد، ولی من باور ندارم که بحر نیست می شود. ممکن آبش کم می شود لیکن خودش تهی نمی شود. من به آدمان هم دائم می گویم کم شمار باشد هم تهی دل نشوید. عالم از فکر سر بجنباند، شاعر آه کشد خورد افسوس. زان که بحر خزر شود کماب، سال از سال یا که روز از روز. من گمان میکنم گزاف است این، کم نگردد خزر یقین بینم. چون تهی دل شوند بعضی ها، زین جهت مضطرب و غمگینم. مخچ هم از بچه بحر سخن گفته است و اولین ریوکامی داغستان بود. حالا پایتخت جمهوری ما به نام اوست. شهر پیش از این پارت پتروفسک نام داشت. مخچ در دوره جنگ گرجدنی شهر را به قلعه رخنه‌ناپذیر تبدیل داده بود. در خصوص بحر مخچ چنین گفته بود دشمن چی قدری که باشد همه‌اش را به بحر می‌پرتایم. بحر چخور در قعرش جای بسیار. هنگامی که مردم کوهستان در نزد مسجد یا زیر درختی عظیم غون شده از کار و بار زندگی صحبت میکنند، این را در جای ما گودکن میگویند. در گودکن باری از کوهستانیان چنین سؤال کردند کدام صدا از همه فارمتر است؟ کوهستانیان کمی اندیشیده جوابهای زیرین دادند: صدای سیم و زر، شیهه اسب، آوازی محبوبه، صدای نعل اسب از دره، خنده کودک، اله مادر، شل راسی آب. اما یک مرد کوهستانی گفت صدای بحر، چون که بحر همین این صداها را دارد. بار دیگر در گودکن از کوهستانیان چنین سوال کردند کدام رنگ از همه دلکشتر است؟ کوهستانیان کمی اندیشیده جوابی زیرین دادند: آسمان صاف، قله برف پوش کوه، چشمان مادر، موی سری پسر، گلی شفتالو مجرومه در تیر ما، آبی چشمه. اما یک مرد کوهستانی گفت رنگ بحر، چون که بحر همین رنگ ها را دارد. وقتی که در گودکن از خصوص بوی، نوشیدنی یا یگان چیز دیگر سخن آغاز می‌یافت همیشه با بحر می‌انجامید. افسانه‌های عجیب را درباره جوان و شاه صنم آبی، درباره مرغ لاجوردی که گویا به هر جای نول زند چشمه می‌دمد به خلق بحر بخشیده است. در گودکن‌ها البته هر کس سمند خود را تعریف می‌کند. آیا من از بحر خزرم را ستایش کنان چون این رفتار نمی‌کنم؟ گاه به من میگویند زب خزر داشته ای. وای بحر هم نیست، یک کولی کلان، بحر حقیقی، بحر سیاه. درست است که بحر خزر بحر سیاه، بحر ادریاتیک یا کدام یک بحر ایانی بر این نرم و نازک نیست. لیکن آدمان به آن بحرها بیشتر برای استراحت و آبازی می روند، به خزر بیشتر برای کار می آیند. بحر ماهیگیر، بحر نفتکش، بحر مهنتکش. بنابراین طبیعتش هم نسبتاً درشت است. چی علاج؟ هر برز گاو به خود فعل، هر مرد به خود مشربه، هر بحر به خود سیما و سیرتی دارد. مگر کوههای داغستان از کوههای گرجستان، ابخازستان و کوههای دیگر طبیعتاً فرق ندارند؟ لیکن راستی گپ در نظر من همین بحرها به یکدیگر میمانند. وقتی که در بحر سیاه شناور میشوم بحر خزر را یاد میکنم. هنگامی که در بحر خزر شناورم حتی اقیانوس را به یاد آورده میتوانم. بحر ما از بحرهای دیگر یگان مانندی ندارد. به این بحر هم آدمان برای خاطره یا به نیت بازدیدنی آن تنگه میپردازند. پدرم میگفت اگر بحر به نظر کسی بی‌زیب نماید، این چنین معنی دارد که خودی همون آدم بی‌زیب است. یک روز کسی به ابوطالب گفته است
امروز صدای بحر نافارم، تو این صدا را به گوش من شنو. خلاص بحر خزر را به چشم داغستان بنگرید، آنگاه در نظرتان بسا زیبا میتابد.